خب دویم سوال استاد، از پولی که از مبلغی که از راه انرژتیک فروختن به دست می آید به شبهه است 100% حلال است یا شبهه دارد؟ یعنی شما وقتی که انرژتیک میفروشید شما حرکت میکنید که انرژتیکتون به فروش شود و رکلام میکنید و تبلیغ میکنید و با آدمو خر میکنید و حالا اینکه آدم چیز اصلا برای سلامتی آدمو ضرر دارد. درست است که مثلا وای از قسمی مشروبات نیست که آدم مست کند، مثال که ما گوییم که حرام است، لیکن وای به قلب آدم ضرر میکند و بسیاری این خیل موادها آدم رفته رفته وابسته میکند. هر نوشاکی که شما وابسته میکند باید وای ننوشید، چون که بی وای نمیتونستگی میشید بعد. و این چون شما نه فقط این چیزا شریعت حرام و حلال نگفته است، الاصل فی الاطعمه والاشربه الحل، اصلا طعام ها و شراب ها حلال است. کسی حرام میگه باید از قرآن و سنت دلیل بیاره. دلیل از قرآن و سنت فقط برای عرق آمدگی است، برای مست کننده ها، خاصتا درباره نوشاکی ها. این مست نمی کند، چی انرژتیکا مست نمی کند، لیکن شما میتونید طبیب بپرسید، طبیب ها بپرسید، طبیب ها میگن که این ضرر دارد، میگن یا بار نیم بار خیر ارگانیسم با قوت است برداشت میکند، لیکن دائما خورده گردید نوشیده گردید ارگانیسم آهسته آهسته به وای تن میتید ضعیف میکند و این ضرر دارد، خاصتا به قلب. دکترای قلب بپرسید و اگر دکترها گویند که ضرر میرساند و این میگویند برای اینکه ضرر میرساند، واقعا ضرر که رسان از شریعت لا ضرر ولا ضرار، شریعت برای پیروانش ضرر نمیخواهد. هر چیزی که ضرر است وای نکنید هم میگه. فهمیدید؟ یعنی این اگر ما حرام نگوییم مکروه است، چیزی خوب نیست. حرکت کنید اون غذاهاتون غذاهای سالم کنید، غذای اصلی فایده‌ناک. این کتابای من مثلا تاجیکی و کتابی کنز شفا هست، گیرید خانید تمام گیاه ها و رستنی های، ولی کتاب اند غلط گپاش هم هست. یعنی کتاب 100% تو برین یگانه کتابی بی خطا قرآن است، دیگر همه کتاب ها خطا. این صاحبش مثلا آدمی دنیوی از نگاه علمی طب گپ زدگی، لیکن علمی طب هم در بین خودش با اختلافات دارد، همش متفق علیه نه. تمام طبیبا همین خوری اگر فایده دارد میگه، بعضیش میگن این ضرر دارد، بعضیش فایده دارد، مهم اختلاف دارن. کتابی کنز شفا یعنی 50 60% 70% درست است، لیکن بعضی چیزاش نادرست است، گپای خطا هم دارد. لیکن شما میتونید به هر حال معلومات گیرید، خاصتا از چیزایی که حلال است، مانند مثلا عسل، سیاهی دانه، بگذار برنج باشدم چه فایده ها دارد، مثلا یا لوبیا، نخود، مثلا سبزی، همین رستنی ها، میوه ها، کدامش به کجا به کدام اعضاها فایده دارد، زردآلو به کجا فایده دارد، خرما به کجا فایده دارد، معلومات گیریتون. بیهوده یعنی وقت برای ضایع کردن، این برای فایده دارد. این انرژتیک و این چیزا عبارت از خیمیکات، از چیزهای ضرر آور آمیخته میشد، ساخته میشد. بنابراین از پرهیز کردن بهتر. ما در این باره ها صحبت کردگی هستیم. بنابراین نفروشیدن بهتر، یعنی این کانکریت نه حرام گفته نمیشه، به هر حال مکروه.